وقت شما بخیر. دیروز به این حرف پولس فکر می کردم که به تیموتائوس میگه در نامه دومش فصل 2 آیه 16: از سخنان بیهوده و بیفایده بپرهیز، زیرا باعث بیدینی بیشتر می شود. و این منو راستش یاد یکی از داستانهای مولا نصرالدین انداخت. یه روز مولا نصرالدین با جمعی از مردم از کنار یه منار قدیمی میگذشتن که یه خورده به طرف جلو خم شده بود. یکی از اونایی که تو جمع بود میگه واه واه، چقدر این منار کجه، اصلا چطوری اینو ساختن؟ دیگری میگه اینم شد آخه شهرداری، چرا درستش نمیکنه؟ معلومه که هیچ نظارتی نیست. سومی میگه به نظرم این کار فلان دولته. چهارمی میگه ببینید این منار نشونه فساد تو شهره. و خلاصه همه شروع میکنن به بحث و جدل و حاشیه سازی درباره این منار. هر کسی نظری میده، هر کس به دنبال یه مقصره. تو این وسط مولا نصرالدین آروم میره، یه طناب میاره، اونور طناب رو میبنده دور منار و از سر دیگر طناب شروع میکنه به کشیدنش. مردم نگاه میکنن و داد میزنن مولا داری چی کار میکنی؟ نمیتونی که این منار کج و با این طناب صافش کنی؟ مولا لبخندی میزنه و میگه اگه نمیتونم کاری بکنم، لااقل وقتمو با حرفای بی خودی که تلف نمی کنم. عزیزانم، یکی از کلک‌های شیطان اینه که ما رو با حاشیه ها مشغول کنه، حاشیه سازان و سر راه ما قرار بده که تمرکز ما رو از چیزهایی که مهمند منحرف کنه، ما رو درگیر مسائلی بکنه که جز ناراحتی عصبی حاصلی واسمون نیاره. اگه به اناجیل نگاه کنیم میبینیم که همین کار رو تلاش میکنه حتی با عیسی هم بکنه، حتی از طریق شاگرداش. عزیزان، حاشیه سازا افرادی هستند که به جای تمرکز بر اصل موضوع یا راه حل، وقت خودشون و وقت دیگرانو صرف حواشی میکنند، شکایت ها، انتقاد های بی ثمر، فرضیه سازی ها و حتی سوء ظن ها. اونها معمولاً در اطراف هر مسئله‌ای یک فضای منفی یا بی ثمر میسازند که جلوی حرکت و رشد رو میگیره. و یکی از اون حربه های تأثیرگذار دشمنه که دائم چنین افرادی رو سر راه ما قرار بده که وقتمون تلف بشه و تأثیر خدمتمون هم کم رنگ بشه. ما در مقام شاگردان خونده شده ایم که در هر چیزی دنبال حقیقت باشیم، دنبال شالوم و نظم باشیم، بر اون باشیم که دیگرون رو بنا کنیم. میگید با این حاشیه سازا چطوری برخورد کنیم؟ اولین و مهمترین این هستش که قاطی حاشیه سازی نشیم، قاطی حاشیه سازان نشیم و خودمون حاشیه ساز نباشیم. از هر چیز جلوتر از خودمون بپرسیم آیا راه حلی دارم؟ آیا کار من سازندگی یا تخریب؟ دومیش اینه که گفتگو رو به اصل موضوع برگردونیم. وقتی کسی بحث رو داره به حاشیه میبره، مؤدبانه و محبت آمیز او رو به مسیر اصلی برگردونیم. سومیش اینه که با الگوی خدمت پاسخ بدیم، به جای زیاد حرف زدن عمل کنیم، عملی که پر از محبت، پر از فروتنیه. قدرت خاموش کردن بسیاری از حواشی ها هم همین عزیزانم. و چهارمیش با دعا دلها رو به خدا بسپاریم. فقط روح القدس میتونه دل یه حاشیه ساز رو تغییر بده. به دیسیپلین فیض ادامه بدیم.